سلام برس هموطنان عزیز، به برنامه اشکو لبخند خوش آمدین. درست ما در جای قرار داریم که تقریبا 2000 نفر در اینجا کار میکرد، اما متاسفانه که جنگای بدبخت تمامش پراگنده ساخت و به یک ویرانه مبدل شده. مادرای عزیز ما را که شما در تصویر میبینین، ما قبلا کتشان صحبت کردیم، مشکلات همشان از پیششان جویا شدیم. یک تعداد مادرای ما بودن به تعداد 16 نفر برشان کار دادیم و بعضی دوستای دیگه که اینجا کار میکردن معلول بودن یا مریض داشتن یا معیوب بودن یا بیوه بودن یا مثلا یک مشکل داشتن که از 100 نمیفهم چند نفر ما تعدادش سروی کردیم، برشان کار توزیع کردیم و امروز قرار است که 3 قلم مواد که از قبیل 1 بوتل روغن، 1 بوری برنج، 1 بوری آرد بر 50 خانواده تقدیم کنیم. و دوستایی که شما در بک‌گراند میبینین تمامش کسایی هستند که اینجا دمی سیلو کار میکنن یا صفاکار هستند یا در بخشای دیگه کار میکنن، اما در مجموع در خود سیلوی مرکزی فکر کنم یک بخشش فعال است که او هم اکتفا نمیکنه با این بزرگی که سیلو است و تعداد 100 یا 150 نفر کفایت نمیکنه کار. امیدوار هستیم که کسایی که در از قرار دارن اونا توجه خاص کنن، زمینه کار برای هموطنان ما قسمی که قبلا 2000 نفر مستقیم و غیر مستقیم اینجا کار میکردن به مو شکل دوباره احیا شود و تمام هموطنان ما صاحب کار شوند. نه تنها که اینجا دیگه شرکت هایی که فعالیت داشتن او هم بخیر جور شود تا هموطنان ما صاحب روزی شوند. اما تو پیش میریم که بعضی دوستا صحبت میکنیم ببینیم که چی گفتنی دارن که مادرها خودم سر کارشان صحبت کردیم. سلام برسن. سلام علیکم. پدر جان خوب هستی؟ جانک جور است؟ سعادت خوب است؟ چی حال داریم؟ حال خدا سه. نامک چی است؟ خودت اینجا کار میکنی؟ کارگر سیلوی مرکز. خب چند سال اینجا وظیفه اجرا کردی؟ 35 سال میشه کار میکنیم اینجا. دمی 35 سال چی سرمایه به دست آوردی؟ به سرمایه صاحب خرابی. بله. 35 سال اینا تو جور کردی دیگه خراب کردی؟ ما جور کردیم دیگه خراب کردیم. اینا بعد کل ما بدر کارگر ما بودیم، مادر بدر هستیم. بله. این تکلیف از چه وقت برات پیش شد؟ دمی سیلو زخمی شدیم در اکتای گلبدین. خب. در سال 71. خب. همون گله غیبی که میگن دیگه نه؟ همون صاحب بعد صابونه کشیده کشید مال پای بخی بدر گل مفصل کشیده پای لایس دیگه. خب. دیگه فعلا اینجا وظیفه اجرا میکنی؟ فعلا کارگر است ما در میجه و در دروازه با پیردار هستم از اون وقت دکتر صاحب نجیب صاحب. بله. ما پیردار سیلو هستیم. چی خاطرات داری از این سیلو؟ بسیار خاطرات خوش داریم صاحب، حال نه. بله. سابق چند تا نان خانه می برد؟ هر کس صاحب هر کارگر تا 3 تا نان کار میکرد، مقابلش به هزار گلی سک و پرزه داشت. بله. دیگر می برد گزارش میشد. حالا ما 4000 وزر ماش 7000 ماش ما صاحب 4000 ما کرایه خانه میتیم 5000. بله. تعداد اینی بچه که کلان ما صاحب صنف 7 مکتب است. خب و در پالی کرایه خانه کرایه موتر هم شاید باشه، از جای که حرکت میکنین دیگه. یک روز بعد با من از اوشار دالمون بله 70 روپیه بدر رفت آمدم کرایه میشه. بله. و یک چیزش در اون میره، یک چیزش در کرایه خانه. مقصد خدا میچلونه. به شک. بیا با امید که این مشکلات حل شود و پروردگار عالم سر کل ما و شما رحم کنه. خدا اگر با عزت باشه. الهی آمین. کل مردم ما آرام و آسوده شود. بخیر باشین. سلامت باشین. خب اینجا یک پدر جان دیگه است که هم فکر کنم دیروز که آمدیم ما شانگک خدا نشان داد. سلام برسه. سعادت خوب است؟ شانه تا چی کده؟ مرمی خورده. چه وقت؟ وقت 5 سال شده، 4 سال جنگ بود، ما بین خودشان که جنگ بود، مرمی تو آمد خورد. خب دستکت باز کار میتسه؟ بالا نمیتونم که این از این بالا نمیتونم. خب دیگه این تو بس در روزگار خود. بیا خدا مهربان است. بخیر باشین. جان تجار بخیر. چیز که باید وطن. هیچ خراب. اینجا چیز منی؟ اینجا کار میکنیم. در کدام بخش؟ در بخش آب و بخار است. آب و بخار. خب این آب و بخار چیز کار؟ باتش کاری. خب سنگ زغالی چیزا؟ سنگ زغال. او داغ میکنین؟ سنگ زغال تر بکنید در داش بندازید او حرارت بگیره داش با نان کفتر تولید میشه. خب بسیار خوب.
در چی گفتی مسلکت؟ در بخش آب بخار. آب بخار لالپزی. خب. همون جایی که خمیر میبرن که زود برسه وام مربوط شما. خب. خیر باشه. ما نفهمیدیم. خب خیر باشه. کاکا چطور ششتی سلام برسه؟ جان جور است، صحتت خوب است؟ چطور چرتی ششته بودیم؟ همونطور روزگار را دیگه سر. بله. روزگار را دیگه سر. چرا دلکت پر کده؟ والله دیگه روزگار را دیگه سر. مثلا دنیا میبینه آدم سر. زندگی میبینه دیگه. بله. رنگ میبره آدم سر. بالکل. خودت اینجا کار میکنی؟ بله آتش کار است سر. خب. ما آتش میکنیم که نان تولید میشه بس. بله. ما آتش میکنیم که بازوری ما نان تولید میشه. خود دیگه از دم آتش نان میگیری دیگه. یک 4 تا نان به خانه میبری. نیست آتش میکنیم یعنی امی کاری که میکنی بسیار سخت از منظور می بود. بله. که همین لقمه روزگار از دان آتش میگیری دیگه. بله. ددم آتش خود میتی که تا اولادایت گشنه نمانه. بله. خب. کدام وقت سوختی؟ بله این دوستای نه. یا کلش در منجا شده؟ آتشکاری سر با. الله. در سیخ سرخ دیگه. خب چند نفر هستین باز در بخش آتشکاری؟ 5 نفر. 5 نفر. باز یک روز میبینیم چی رقم آتش میکنیم. نزدیک سر بیاین سر. از نزدیک بخیر میم قربانت. خب اینجا یک پدر ما را گفتن که مریض شده بود، سکته کرده بودن، چی رقم؟ همین هستن یا کس دیگه است؟ پدر خوب هستی؟ جان جور است. خان کارگر آسیاب النامه را ولی مرکز. خب چند سال اینجا کار کردی؟ 30 سال. یعنی کل عمرت صرف کردی تا به مردم نان برسانی. اینجا آرد میکردیم. بله. کلداران نجیب که بود ما در حساب بر مغازه آرد میبرد، برای کوپون هم آرد ما میدادیم. ولی فعلا هم شرکت های شخصی من آسیا را سالان میکنن گندم و میارن آرد میکنن. خب در 30 سال خودت به مردم نان دادی، امروز خودت در خانه نان نداری از اثر مشکلاتی که پیش آمد. بله. پیشتر در جیب دوا را دیدم. دوای چی هستن؟ دوای چیز او بودن. خب چیز جوز بود. چی مشکل پیش شده برای پدر؟ خب تک حالا خوب شدی؟ خب در اینجا سر کار سکته کردی در خانه؟ خب چی تشویش کردی که؟ تشویش نکردیم، تشویش هم نکردیم، فشار بالا شد. فشار؟ همین فشار عصبی که بالا رفت آدم با سکته میکنه. کلش از غم روزگار میشه دیگه، نه که در خانه چیز نباشه. به تشویش هم نمیشه، با تشویش هم نمیشه. به یکی خونه بالکل. خب دوستا فکر کنم که آسمان هم ابر است و آهسته کوشش میکنیم که از دوستا خداحافظی بگیریم. از هم یک سر میخوایم کارتای مادرها را از همی دوستای دیگر یک نفر کارتش جمع کنیم، یکی از همکارا بیان یک همکاری کنن که امیر زوزو جمع شوه و بریم بخیر به طرف خانه خودم. خب بیننده عزیز رسیدیم به پایان برنامه. سپاسگزار هستیم از تک تک شما که ما را تا ایدم همراهی کردیم. برای 50 خانواده 3 قلم مواد تقدیم کردیم. که کیا از کجا کمک کرده میریم یک بار همکار عزیز ما در روی اسکرین بر شما نامایشان میاره. بازم من قلبا سپاسگزار هستم از تک تک او هموطنای ما که در هر عرصه هموطنای ما را کمک میکنن. میریم نامای عزیزای ما را میبینیم با چی مقدار مواد خریدیم، چندی خریدیم. یک چیز فراموش نکنین، با بسته شدن
یا جنجالایی که در سرای شاهزاده پیدا شدن نمیفهم چی مشکل است و همچنان دلار بالا رفته، قیمتی به اوج خود رسیده. تا چند روز پیش یک بوتل روغن به 780 بود، فعلا فکر کنم چیز کم 1000 افغانی شده. امی رقم سطلکا و بوجی امی رقم و همچنان برنج امی رقم، هر چیز قیمت شده. همه طور است نه؟ تا دیدار دوباره، خداوند یار مددگارتان، پیروز و کامگار و سربلند باشین. یک دستت بالا کن اونجا. ما سپاسگزاریم از تواب ایوبی که از استرالیا مبلغ 13100 افغانی را، گیتا جهانیار که از جرمنی مبلغ 14750 افغانی را، ریحانه از جرمنی مبلغ 15600 افغانی را، آرمان صمدی از لندن مبلغ 16000 افغانی را، فامیل اوپیانی از آمریکا مبلغ 14100 افغانی را، نجیب الله نیازی از لندن مبلغ 34700 افغانی را، عبدالوحید از لندن مبلغ 18200 افغانی را، بانو فریده از جرمنی مبلغ 8700 افغانی را، جناب منان انوری از لندن مبلغ 20350 افغانی را، غیاس از جرمنی مبلغ 7400 افغانی را، نوید خان از کانادا مبلغ 6100 افغانی را، خانم نوابی از جرمنی مبلغ 8210 افغانی را، مبینا از هلند مبلغ 4670 افغانی را، زرغونه سادات از کانادا مبلغ 5500 افغانی را، بانو شاکره از لندن مبلغ 17600 افغانی را، سید زبیر از کانادا مبلغ 8170 افغانی را، عبدالناصر تخاری از جرمنی مبلغ 31500 افغانی را، نوح محمد از استرالیا مبلغ 25500 افغانی را به این برنامه ارسال کرده بودند. که 50 بوری آرد را مبلغ 1,32,000 افغانی خریداری کرده، 50 بوتل روغن را مبلغ 49250 افغانی خریداری کرده، 50 بوری برنج را مبلغ 86500 افغانی خریداری کرده، مبلغ 3000 افغانی هم برای کرایه موتر باربری پرداخت کردید و مبلغ 6000 افغانی هم برای 4 تن از کارگران برای جابجایی این کمک ها نقداً پرداخت کردید که مجموع مصارف در این برنامه مبلغ 2,78,750 افغانی می شود. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می‌کوبد از یقین دروازه‌های بسته تردید قلب.